دعوت شود اول از عقیده شروع شود. یک نفر عقیده جور نیست تو سر از او مستحبات شروع میکنه. از ما و شما مشکل ما همی از در یک کشور عربی ما زندگی میکردیم. یک استاد داشتیم با زور ما پرسان کردم گفتم استادم تو یک امی در صنف ما از اروپا بودن، از آسیا بودن، از افریقا بودن، از کشورهای مختلف هم صنفی ما درس میخواندن. ما چند نفری طرف 3 نفر افغانا و پاکستانی یا 6 تا بودن. باز کت از استاد جنجال کردن. این دیگه نورمال گپ قبول میکردن میفهمن. یا جنجال کردن سر یک مسئله. استاد گفت که ما کت شما بحث نمیکنم. چرا بحث نمیکنی؟ گفت ما بحث کت شما نمی. بس درس شروع کرد. گفت ما کت شما بحث نمی. از کجا هستی؟ گفت از افغانستان. گفت تو از کجا؟ از پاکستان. گفت کت شما بحث نمی. گفت شما کس مخروط دینتان سرچپه است. آخر ما گفتیم استاد ببخشید خب برای ما یک مشکل فکری پیدا شد. این مخروط دینی ما سرچپه هستی چی مانه؟ او گفت تو است که مخروط دین که است که قرآن و سنت رو بیان میکنه اول اعتقادات است. اول باید از کجا شروع کنی؟ عقیده. الله را بر مردم معرفی بکنی، قرآن بر مردم معرفی بکنی، پیغمبر اسلام برش معرفی بکنی تا که عقیده ازی جور شود. وقتی که خوب سر عقیده ازی کار کردی باز دوم درجه چی است؟ سر عبادات می. اول اعتقادات است، بعد از چی است؟ عبادات است. در عبادات فرایض است، فرایض واجبات، باز سنت ها هست، باز مستحبات است، باز مباحات است. متوجه شدین؟ اینجا هست. گفت از شما که است اول مخروط دینتان به خاطر ازی سرچپه است که اول از مباحات شروع میکنید. کل جنجالتان سر یک چیز است، سر یک چیزی که مباح است. در سر ازی بسیار جنجال میکنید. اما اینمی نفره که در مباح بکس میکنه و چنگه میشه و یکی دیگه خود لط میکنه، در عقیده سهل کنی هیچ نرسیده. چرا کل عمر خود چی مصرف کرد؟ مباحات. بس سنت بسیار کم میرسه. بسیاری وقتا با سنت ها مخالفت میکنه. باز که 4 تا سنت اگر در واجبات بسیار مشکلات داره. باز که 1 تا واجب گرفت تا که در اعتقادات میرسه مرگش میرسه. این پیر است، تاریخش تیر است دیگه، وقت پیدا نمیکنه که عقیده بخونه. از این خاطر وقتی که عقیده انسان و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه اصلا از کجا شروع کرد؟ یک وقت هیچ نماز فرض نبود، هیچ نماز فرض نبود، هیچ روزه فرض نبود، هیچ زکات فرض نبود، هیچ حج فرض نبود، هیچ عبادات نبود، هیچ اصلا فرض و واجب و سنت و مستحب کس نمیشناخت. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم کوچه به کوچه میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از عقیده شروع کرد. به خاطر از که زیر بنای فکری انسان عقیده هست. وقتی که عقیده انسان جور شد، عقیده جور بود. یک کسی که عقیده جور شد باور بگو مجردی که برش بگوی قال الله و قال الرسول میفهمه که ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. وقتی که یک چیز الله و رسولش فیصله کرد دیگه ما اختیار ندارم. عقیده من اینطور است، عقیده جور است. وقتی گفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی قسم مسواک کرده دیگه سر از گپ نمیزنه که این مسواک چرا. اما اگر عقیده نداشت تو یک شبانه روز یک ماه برازی درباره مسواک گپ بزن. هوی چوب است، بازی چوب میکروب میگیره و بازی چوب ما چطور نگاه کنم، بازی چوب چه قسم میشه و چرا ما چوب بزنم، حالا وقت ساینس است، حالا تکنولوژی است، حالا چرا از کریم استفاده نکنم، چرا ما اینه برای 200 قسم چی میکنه استدلال میکنه. چرا مشکلش مشکل عقیده هست.